سلام اومدم با یه تمرین هوازی که به صورت اینتروال هستش. حالا اینتروال یعنی چی؟ یعنی 1 دقیقه با شدت بالا حرکت ها رو انجام میدین، 1 دقیقه با شدت پایین. اگر بعد از تمرین مقاومتیتون میخواین انجام بدین که خیلی تایم خوبیه براش، از 5 دقیقه شروع کنین و حتما به 20 دقیقه برسونین. اگه به صورت سوا میخواین انجام بدین، یادتون باشه اول پاهاتون رو گرم کنین. به جای اینکه نیم ساعت، 1 ساعت یا حتی 2 ساعت برین پیاده روی کنین، 20 دقیقه این تمرین رو انجام بدین، دقیقاً براتون همون کار رو انجام میده. اول از همه 1 کم 2 درجا میریم. حالا تو تمرین شدت بالا میتونین 1 دقیقه تناب بزنین. دوباره پشت بندش 1 دقیقه راه میریم آهسته. حالا 1 دقیقه پروانه میزنیم. مهم اینه که ضربان قلبمون به صورت سینوسی میره بالا میاد پایین. دوباره 1 دقیقه راه میریم. برای بچه‌هایی که بدن آماده تری دارن و پاهاشون کاملا آماده است، میتونن 1 دقیقه جامپ اسکوات برن یا حتی 20 تا 30 تکرارم برن، اوکیه. دوباره پشت بندش 1 دقیقه راه میرن. میتونین بدوین. به راحتی همه این حرکت ها رو میتونین توی خونه انجام بدین. پشت بند دویدنتون، دوباره 1 دقیقه راه میرین. اگه تو خونه استپ یا پله دارین، میتونین 1 دقیقه استپاپ برین. کاملا ضربان قلبتون میخوایم بین 130 تا 170 برسه. اگر چیزی دارین به شکل مانع، میتونین بچینین، 2 قدم جلو 2 قدم عقب با سرعت بالا و بعد پشت بندش راه میرین و این چرخه رو بین از 5 دقیقه شروع کنین، ولی حتما تا 20 دقیقه برسونین.